اگر سخنان ما را سریوزنا قبول میکرد دیسود میکرد حوزی возможно 2 سال پس پنجره نمیرفت و 550,000 از خود نمیکرد ادوکات ده. من چند بار ویدیو کردم اینا باز یا برگه تکرار میکنم تو درامو کمبودی نزنین ترمن نشون نمیفهمن یا خیلی برادرو نمیدونم از کدوم سبب باز یا برگه تکرار میکنم حجت‌های رانندگی تاجیکی بله международные но در территории Российской Федерации شما باید через нотариус перевод کنین просто нотариус میدروین برادرو перевод میگین 1,500 рублей نیم ساعت وقتتون میگیرن این همین قدر چیزه یا خیلی برادرو تنبلی میکنن نمیکنن بعد میگن این ماشینمون رو محکم کردن بعد زیادکا پیشنهاد میکنن رنگینه برادر دیگری ترمشون میکنن برای این همین قدر کار نکردگیش 15,000 زیادکا پیشنهاد میکنن 2 سال پس پنجره رفت اینا 550,000 دیگه در ادوکات از خود میکنن همین چیز برای شما در کاره برادرو این پراوی ما международные ما باید بگردیم آخه همین من چند کسی دیگه را ترمه کنن چند ماشین